زنگوله زد پر علم سربان بام داد. شاعر گذشت از ری دنیای پرتزاد. مؤلف این سطرها عبدالله فاضل، روزنامه‌نگار و شاعر تاجیک، زاده مشچو، روز 5 مای در سن 70 از عالم چشم پوشید. در این باره دوستان و مخلصان شاعر خبر دادند. درباره علت مرگ عبدالله فاضل چیزی گفته نشده است. عبدالله فاضل سال 1952 در شهر بوستان مرکز ناحیه مشچو به دنیا آمده. سال 1969 مکتب میانه رقم 8 در شهر بوستان و سال 1978 دانشکده آموزگاری شهر لینین‌آباد، حالا دانشگاه دولتی شهر خوجند را ختم کرده است. عبدالله فاضل چندین سال سردبیر پیام کوهستان، نشریه رسمی ناحیه کوهستان مشچو بود. عبدالله فاضل از جمله کمشمار ادیبان تاجیک است که در شبکه‌های اجتماعی بخصوص در فیسبوک خیلی فعال بود. آخرین مطلب عبدالله فاضل در فیسبوک یادداشت‌های او درباره یک دیدار سر رویش در خوجند با شاعر معروف بازار صابر بود که روز 2 مای همگی 3 روز قبل از مرگش با نام آخرین دیدار نشر کرد. یک هفته پیش از مرگش باشد عبدالله فاضل مثل اینکه مرگش را پی برده بود که نمونه های از اشعار خود را در صحیفه‌اش در فیسبوک کشت. اتفاقا اکثر این شعرها مرثیه های بود که عبدالله فاضل درباره دوستان در گذشته اش نوشته است.